بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیه الکریم و علی آله و صحبه اجمعین و من اهتدى بهدیه و استنى بسنته الی یوم الدین. ای مؤمنان، ای بندگان الله، آگاه باشید و بدانید که دین مبین الله و شریعت او چیزی را نآورده است که علم حاضر خلاف آن را ثابت کرده باشد و این دلالت بر آن میکند که آنچه الله فرود آورده است محکم و ثابت و سازگاری همه دور و زمان می باشد. این حقیقت است، این اصل است که هر یک شخص صاحب عقل می تواند آن را در نتیجه جستجو از حقیقت‌های علمی، جمع معلومات و کشفیات‌ها و آموزش‌های حوادث طبیعی و غیرها را به تفصیل بیاموزد و به نتیجه‌های در رسد که عقل را به حیرت اندازد. کشفیاتی را نخواهد پیدا کرد که مخالف خبرهای قرآن و سنت باشد، بلکه همه را مطابق خبرهای آسمانی خواهد یافت. بله، خواهد دریافت که کتاب الله بیانگری همه چیز است و هر کوچک و بزرگ را در بر گرفته است. چه خوش است که الله سبحانه و تعالی ما را از زمره امت حبیبش، امت خلیلش صلی الله علیه و سلم، از زمره بهترین گروه انسانها، بهترین قوم قرار داده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امت تخرج للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امت ها هستید که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به الله ایمان دارید. برادران و خواهران عزیز، پس ببینید یکی از عملهایی که امر پروردگار من و شما بران است، این هم باشد دعوت و راهنمایی نمودن به نیکی کردن و منع نمودن از بدی هاست، یا با قول دیگر امر به معروف و نهی از منکر کردن است. امر به معروف و یا کارهای پسندیده و نهی از منکر و امور زشت و حرام از اساسهای این دین مبین است که برپا داشتن آن یقینا برپا داشتن دین است. همه فرموده های دین بر صلاحیت مردم است و همه نهی کرده های آن همه شر و فساد است. امر معروف و نهی منکر سد راه هر یک ظلم و ستم و تجاوزکاری ها می باشد. امر معروف و نهی منکر از بزرگترین ضروریات دین است که کجروان اهل دین را بر مسلک متین آن استوار می سازد، از رذیلت ها و ناپسندیده ها دور می سازد و آنان را به سوی اخلاق حمیده و همت عالی فرا می‌خواند. الله سبحانه و تعالی در سوره فصلات آیه 33 می‌فرماید: چه کسی را سخن نیکوتر از سخن آن که به سوی الله دعوت می‌کند و کارهای شایسته می‌کند و می‌گوید البته که من از مسلمانانم. از الله سبحانه و تعالی مسئلت داریم که ما را از جمله بندگان ثابت قدم و مؤمنان حقیقیش بگرداند که پیوسته مشغول دعوت مردم به عملهای صالح و منع کردن آنها از شر و بدی ها باشیم و در انتهای سخن حمد و ستایش و ثنا به الله یکتا و سلام و درودی به انتها بر رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر آل و اصحابشان و به همه آنهایی که تا به روز جزا در پیروی آنها ثابت قدمی را پیشه کردند.